حکومت جمهوری تاجیکستان در روند ادامه بخشیدن اصلاحات ساحه تندرستی به مسائل بهتر نمودن دسترسی، صفت و ثمرانگی خدمترسانی طبی به اهالی و صفت نیروی کادری ساحه اهمیتی خاصه می‌دهد و به خاطر با متخصصان سطح بلند کسبی تامین نمودن مؤسسات تندرستی در منطقه‌ها دانشگاه و کالج‌های طبی عمل می‌کنند. در بین کالج‌های طبی کشور مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند با براه ماندن قسم اساسی فعالیت روند تعلیم با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات معاصر کارمندان میانی طب را آماده می‌نماید و یکی از مؤسسات تعلیمی صاحب مقام و خزینه تربیت کادرهای صاحب اختصاص و صاحب عنوان کشور محسوب یافته از 5 فاکولته کار طبابتی، کار مامادویگی، کار همشیرگی، کار فارماسیستی و دندانسازی عبارت بوده 19 کافدرا فعالیت می‌برد. در اساس طلبات زمان آماده نمودن مدل‌ها در رفته تیاری به دست از مسائل‌های مهم بوده بیانیه موضوع با گذاشتن مقصد و مستحکم نمودن ملکه دانش راهاندازی شده است. جریان آموزش نظری وابسته به اختصاصات در صنفخانه‌های مجهز با جلب استادان صاحب تجربه و درس‌های عملی در زمینه مؤسسات طبی و در کابینت‌های مخصوص گردانشوی کالج برگزار می‌گردد. سال از سال بعضی ماده تکنیکی این مکان علم و معرفت سرچشمه اعتماد بخش سالمی جامعه با توجه راهبریت تحکیم یافته دارای مجموعه کامپیوتر، تخته‌های الکترونی و ویدیو پروژکتورها بوده هر یک اختصاص وابسته به روند آموزش با دستگاه و لوازمات تامین است. آزمایشگاه و استخوان‌های تعلیمی تخصصی باشد امکانیت نو بهره دسترسی دانشجویان به آموزش عملی و استحصالی اختصاص میباشد. در کالج عامل‌های مهم تامین رشد ساحه بلند برداشتن صفت تعلیم، تکمیل دادن استانداردهای دولتی، نظام ارزیابی صفت تحصیلات که برای بلند برداشتن سطح دانش نگرانده شده است تطبیق می‌گردد و موافق طلبات ایام سنجش و امتحانات داخلی طریق مرکز تستی گذرانده می‌شود. تشکیل و مجهزگردانی کابینت‌های فن شیمی، فیزیک و بیولوژی در دایره سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های دقیق ریاضی و طبیعی از راه‌های بلند برداشتن صفت تعلیم در کالج طبی شهر خوجند است. برنامه‌های دولتی آموزش روند معاصر دانش اندوزی تشکیل کافدراها در زمینه مؤسسات طبی، مجهزگردانی شعبه و دسترسی به کتاب و دستورالعمل‌های تعلیمی و تخصصی، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم در کالج طبی تطبیق می‌گردد. امروزها برای ختم کنندگان این درگاه سالمی جامعه دوره مهم بوده امتحانات دولتی جریان دارد. جهت شفاف و دقیق سنجیدن دانش ختم کنندگان به امتحانات متخصصان صاحب از اختصاص جلب کرده شدند. در سال تحصیلی 2022-2023 شماره ختم کنندگان در فاکولته با 241 نفر برابر میباشد. از این مقدار 2 نفر با دیپلم اعلی ختم کرده ایستادند. برای گرفتن امتحان دولتی نمایندگان از سوی تندرستی و سوی فارماسیستی اعضایان و رئیسان آماده هستند. دانشجویان از فن‌های فارماکوگنوزیا، تکنولوژی داروسازی و تشکیل اقتصادی فارماسی امتحان دولتی یعنی که از تخصصی خودشان امتحان دولتی می‌سپارند. یک قطار دانشجویان ما در المپیادا و آزمون‌های جمهوری که در سال تحصیلی 2022-2023 برگزار گردید فعالانه اشتراک کردند. از این جمله 2 نفر دانشجوی ما که دانشجو روزی و کامیله که دانشجو بخش 4 ختم نومی باشد در آزمون تخصصی جمهوری وابسته از روی اختصاص در سطح جمهوری جای دوم رو اشغال نمود. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند از مؤسسه اعتماد بخش حفظ سالمی جامعه میباشد. متخصصان خط کردگان این مکان علم و معرفت میتوانند وابسته به اختصاص در مؤسسه طبی دولتی و خصوصی فعالیت نمایند. قبول داوطلبان به کالج طبی شهر خوجند طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای مانده شده. سال جاری بیش از 26000 نفر داوطلب گرفتن اختصاص کارمند میانی طب در این درگاه گردیدند. مؤسسه دولتی در کلاستر 5 جایگیر بوده. یکی از مؤسسه‌های سرطلب میباشد زیرا که این مؤسسه را بسیاری داوطلبان خواهشی داخل شدن دارند. در سال 2023 زیاده از 26000 نفر داوطلبان انتخاب نمودند که تنها از روی معلومات‌های مرکزی ملی تستی به ما از آن 1185 نفر داوطلبان داخل شده میتوانند. در مؤسسه 8 اختصاص‌ها فعالیت میبرند که از روی 6 اختصاص با طور رایگان و از روی 8 اختصاص باشد به طور شرطنامه‌ای دانشجویان تحصیل نموده میتوانند. اینچنین در مؤسسه سالهای آخر گروه‌های با زبان روسی نیز تشکیل کرده شده است که میتوانند دانشجویان خارجی نیز به این گروه‌ها همچون شهروندان خارجی قبول کرده شوند.
در مؤسسه اینچنین گروهی غایبانه یعنی شبانه نیز فعالیت میبرد. شخصانی که کار میکنند میتوانند در گروهی شبانه تحصیل را ادامه دهند و مؤسسه را ختم نمایند. اهل درگاه این شاخه علم و تندرستی برام میکوشند که مؤسسه ساحه حیات مهم جامعه را خصوصا در دهات با کادرهای جوابگو و طلبات تامین نمایند که برای این در کالج طبی کل شرایط معیاری تعلیم با دستگیری حکومت جمهوری خاص پیشوای ملت امام علی رحمان فراهم آورده شده است که ثمره صاحب استقلال کشور و وحدت سراسری است.